بسم الله الرحمن الرحیم. با قسمت 14 از مجموعه آموزش‌های ابزارهای کاربردی هوش مصنوعی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت می‌خوایم ابزار mocker.ai رو که برای طراحی عکس محصول استفاده میشه رو با هم دیگه بررسی کنیم. میدونیم عکس برداری از محصولات اهمیت زیادی داره، به ویژه تو دنیای امروز که خرید و فروش بیشتر محصولات به صورت آنلاین انجام میشه. عکس با کیفیت میتونه ویژگی‌های محصول رو به خوبی نشون بده و به مشتری‌ها کمک کنه که تصمیم بهتری برای خریدشون بگیرن. عکاسی محصول نه تنها رنگ و بافت محصول رو نشون میده، بلکه میتونه مقیاس و اندازه اون رو هم به تصویر بکشه. برای مثال تصاویر تیره و خارج از فوکوس میتونن میل به خرید رو کاهش بدن. این در حالیه که عکس‌های جذاب و واضح میتونن تأثیر مثبتی توی فروش محصول داشته باشن. بسیار خوب. ابتدا ما باید یک تصویر از محصولمون بگیریم. برای این کار میتونیم از موبایل هایی که دستمون هست استفاده کنیم. فقط کافیه زاویه بندی که میخواییم تصویرمون رو بگیریم یک زاویه مناسب باشه. من یک عکس ساده از یک عروسک گرفتم و میخوام این تصویر رو به یک تصویر استدیویی تبدیل کنم. خب سایت mocker.ai رو که باز کردیم، توسط دکمه Create with Mocker ابتدا یک حساب کاربری برای خودمون ایجاد میکنیم. خب در قسمت ساین آپ روی دکمه گوگل کلیک میکنیم. دوستان دقت کنن که حتما باید VPN شون فعال باشه تا سایت برای اونها باز بشه. خب اکانت جیمیل خودمون رو انتخاب میکنیم و توسط اکانت جیمیل در سایت لاگین میکنیم. بسیار خوب. محیط سایت رو شما اینجا میتونید مشاهده کنید. از قسمت Upload Your Product عکس محصولتون رو در سایت بارگذاری میکنید. چند لحظه طول میکشه تا تصویر داخل سایت بارگذاری بشه. خب تصویر که بارگذاری شد، نوع دیزاین خودتون رو باید شما مشخص کنید که میخواید یک دیزاین استدیویی باشه، یک تصویر از خارج از در حقیقت منزل باشه، محیط کریسمسی، محیط آشپزخونه یا هر دیزاینی بخواید رو شما میتونید اینجا انتخاب کنید و از اون تمپلت های اون حالت برای بک‌گراند تصویرتون استفاده کنید. به عنوان مثال من استودیو رو انتخاب میکنم، چند لحظه صبر میکنم تا دیزاین های استودیویی رو برای من باز کنه. بسیار خوب. از بین تمپلت هایی که باز شده، حالا بسته به سلیقتون یک مورد رو انتخاب میکنید. فرض کنید مثلا من این مورد رو انتخاب کنم. خب اجزایی که داخل تمپلت هستن رو اینجا برای ما به نمایش میذاره. خب با کلیک کردن روی هر جزء میتونیم توسط دستگیره هایی که به نمایش گذاشته میشه ما اون اجزا رو اندازه‌شون رو کوچیک یا بزرگ کنیم. خب به عنوان مثال من تصویر رو اینجا قرار بدم، شمع رو مثلا به این قسمت قرار بدم، یه مقدارم فرض کنیم مثلا کوچیک‌ترش کنم. خب اجزا رو چیدمان رو که تنظیم کردید، از قسمت پایین شما میتونید سبک تصویرتون یا استایلش رو مشخص کنید. روی دکمه اد استایل کلیک میکنید و از بین استایل هایی که به نمایش گذاشته میشه استایل مد نظرتون رو انتخاب میکنید. اگر پرامپتی مد نظرتون باشه تو این قسمت پایین میتونید پرامپت رو بنویسید و نهایتاً با دکمه جنریت فوتوز میتونید تصویر مد نظرتون رو تولید کنید. خب تصاویر که تولید شدن کافیه روی این تصاویر کلیک کنید و تصویر رو مشاهده کنید. برای دانلودش هم کافیه روی دکمه دانلود ایمیج کلیک کنید.
تصویر ابتدایی و تصویر خروجی رو شما میتونید اینجا مشاهده کنید. این تصویر ابتدایی هست که ما به این ابزار دادیم و این تصویر هم خروجیه که ابزار mocker.ai در اختیار ما قرار داده. میبینید سایه ها و بافتی که درست کرده فوق العاده بافت طبیعی و زیبایی هست. دوستان دقت کنن از منوی کناری در بخش تمپلت میتونن از بین تمپلت ها هر موقع خواستن تمپلت دیگه ای انتخاب کنن. به عنوان مثال این تمپلت رو انتخاب کردیم. از بخش پروداکت زمانی که چندین محصول داشته باشن میتونن از بین محصولات محصول مورد نظرشون انتخاب کنن. در قسمت پراپس میتونن المان هایی به تصویر خودشون اضافه کنن و در حقیقت تصویری که اینجا وجود داره رو یه مقدار شلوغ‌ترش کنن. به عنوان مثال اجازه بدید من یک المان پیدا کنم و به تصویر اضافه کنم. فرض کنیم مثلا یک پروانه رو میخوام اینجا تصویرم اضافه کنم. خب ابعادش رو میتونم تغییر بدم، میتونم بچرخونمش. ترتیب قرار گرفتن این لایه ها رو میتونیم اینجا تغییر بدیم که کدوم لایه پایین تر باشه یا بالاتر باشه و از منوی کناری میتونیم تصویر رو در حالت افقی یا عمودی به صورت آینه‌ای قرینه کنیم. خب تنظیماتمون رو که انجام دادیم از قسمت استودیو آپشن میتونیم انتخاب کنیم که چند تا تصویر داخل خروجی برای ما با زدن دکمه جنریت فوتو تولید کنه. که به عنوان مثال ما اینجا عدد 2 رو انتخاب کردیم که با زدن دکمه جنریت 2 تا تصویر برای خروجی ما تولید کنه. خب چند لحظه صبر میکنیم تا تصویرمون تولید بشه. تصویری که تولید شد شما مجدد میتونید اونو دانلود کنید. نهایتا خروجی کار رو میتونید اینجا مشاهده کنید. خسته نباشید.